تو گوشت یه مخفیگاه درست کنه، هر چی عکس و فیلم و فایل و هر چیزی که تو ذهنت میگذره رو مخفی. رفیق تو بنتت وصل کردی، 2 دقیقه بعد میبینی ایرانسل پیام داده مشتاق گرونی ها شد درصد اینترنت شما یه پایان رسید، اسم میگی چی شد؟ من که تازه نگرفته بودم. یه نگاه اینور می‌کنی، یه نگاه اونور می‌کنی، می‌بینی عباس اون گوشه نشسته با یه لبخند ملیحی داره لوسیفر دانلود می‌کنه و نگات می‌کنه. اون مرد حسابی هات تو محدود کن. گوشیت شارژ نداره. صبح بعد بری سر کار، گوشیت باید شارژ داشته باشه، ولی می‌ترسی از شب تا صبح گوشی بزنی به شارژ. کاری نداره که. همیشه تو خونه گوشی رو یه جا می‌ذاری و یادت میره کجا گذاشتی، مجبوری بهش زنگ بزنی تا پیداش کنی. خب یه کاری کن، از این بعد وقتی به گوشی زنگ می‌زنی چشمک بزن و زودتر پیداش کن. به زور و بدبختی به هات اسپات رفیقت وصل شدی ولی رمزشو باز به تش نمیده. خب اینم یه قلیقی داره که پیش خوب کسی اومدی. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز می‌خوایم بریم سراغ 10 تا ترفند گوشی سامسونگ که قطعاً یه جا به دردت می‌خوره. امروز اگه تون صدا و انرژی یه خورده پایینه به خاطر اینکه مریضه، ولی سعی می‌کنم بهتر شم و فردا میسوت بوم دوباره برگردم. اگه احیانا یه سری از ترفندا رو بلد بودی، ویدیو تایملاین داره، مسیر زمانی داره، راه زمانی داره، خط زمانی داره، تایملاین داره. میتونی بری اونجا و هر کدوم از ترفندا رو بلد بودی خب ازش رد بشی، ولی خب نگاه کنی هم دوباره مسیر یادت میاد کجا بود ترفنده. با همین اینا بریم سراغ ترفند اول. برای اینکه مثل بتمن مخفیگاه درست بکنید، البته توی گوشیتون و کلی عکس و فیلم و برنامه و حتی بازی و فایل مختلف رو توش مخفی بکنید، هرچند که فکر نکنم بتمن تو گوش عکس و فیلمای 90 نگه داره، ولی خب به هر حال فقط کافیه برید داخل ستینگ، نوار اعلان ها یا همون کنترل سنتر خودمون یه بار دیگه میرید پایین. اینجا ما یه دونه فولدر داریم، اینو فعالش میکنید. حالا چی کار میکنید؟ آفرین، میرید داخل بخش اصلی. اینجا میبینید که این فولدر اومده. فقط کافیه که اثر انگشتتون رو وارد بکنید یا همین که چیکار بکنید، پینی که دارید رو استفاده بکنید. حالا من میخوام اینجا اثر انگشت استفاده کنم. اینجا میرسیم به یه فضای مخوف بتمن تو رو فلان و فلان و فلان که میتونید هر چی که عشقتون میکشه رو اینجا چیکار بکنید؟ مخفی بکنید. هر برنامه‌ای هم که خواستید اضافه بکنید میزنید روی این پلاسه و میاریدش داخل برنامه سری و مخوفتون. فقط حواستون باشه که این فقط واسه بازی و برنامه نیست. هر عکس و فیلم و فایل و هر چیزی که عشقتون بکشه رو میتونید اینجا مخفی کنید. حالا چجوری اینو برش گردونیم؟ میایید بیرون، دوباره میاد کنترل سنتر رو میدید پایین، میزنید روی این، چی میشه؟ آفرین، عفو میشه و میره پی کارش. درسته اینا مخفیه، ولی اگه برید داخل تنظیمات و قسمت برنامه‌ها، اونجا واسه اینکه بتونید اینا رو مدیریتشون بکنید همشون نمایش داده میشن. پس حواستون باشه لو نرید و سوتی نرید. وقتی کنترل سنتر برید پایین، وارد ستینگ بشید و از اینجا برید وارد بخش چی بشید؟ برنامه‌ها بشید. اینجا میتونید برنامه‌ها و فایلایی که مخفی کردید رو پیدا بکنیدش. پس حواستون باشه اگه یه نفر کار بلد باشه میاد و میتونه اینجا موچتون رو بگیره و خفتتون بکنه. هنوز از اون سه تا دکمه قدیمی واسه بیرون اومدن بستن برنامه استفاده می‌کنی. خب یه لول اپ کن، هم ظاهر گوشیتو بهتر کن، هم کاراتو سریع‌تر انجام بده. تو صفحه اصلی کنترل سنتر یا نوار اعلانا رو میدیم پایین. سرراست میریم تو تنظیمات یا ستینگ. میریم این پایین تو بخش دیسپلی یه خوردم چی میریم پایین تا برسیم به نویگیشن بار. میریم داخل و اینجا 2 تا گزینه داریم. یا میتونیم مثل من همین انتخاب بکنید یا میتونید چیکار بکنید این حالت ساده قبلشو بذارید که خب زیاد کار عقلانی نیست. میرید داخل مور آپشن، بعد اینجا میتونید یه خورده با حساسیتشو مثلا چقدر اینو بکشید تا بیاد بیرون ور بره. ببین میتونید حساسیتشو بیشتر بکنید یا میتونید کم بکنید که به نظر من هرچی کمتر باشه بهتره. چون ممکن یه جا بخواید یه چیزی رو ورق بزنید، یه خورده تو سایت این برون ور بشید، این هی دستتون میخوره، اذیت میکنه. پس هرچی این کمتر باشه به نفع خودتونه. حالا من که تا اینجا اومدم بذار یه چیز دیگه رو بهتون بدم دورم دیگه عشق کنید. اینجا اگه بزنید روی این 3 خطه که یه فلش نصفه‌ای هم داره و اینجا سایز رو انتخاب بکنید، میتونید اینجا برنامه‌هایی که حجم خیلی زیادی دارن رو پیدا بکنید. همون برنامه‌ای که یه فضای خیلی زیادی از حجم حافظتون اشغال میکنه. بعد از اینجا دیگه میتونید غزل خدافظیشون رو بخونید و با یه خدافظی خوشحالشون کنید. به هات اسپات رفیقت وصلی ولی زرنگ‌تر از این حرفاست و پسورد رو بهت نمیده. ما زبل‌تر از این حرفا. کنترل سنتر رو دوباره میکشید پایین، میرید وارد بخش وای فای میشید. اینجا میرید داخل دیتیل، روی این چرخ دنده میزنید و میاد چیکار میکنید؟ میزنید روی این چشمه که یه دونه خط روش گذاشته، رمزتون رو وارد میکنید و درن اینم رمز وای فای. خلاص. میخوای از یه صفحه چت یا یه سایت واسه روز مبادا اسکرین شات بگیری، به جای اینکه 10 تا تیکه اسکرین شات بگیری، خب یه دونه یک سره بگیر. مثلا فرض کنید من میخوام از صفحه مشخصات پوکو F7 شیائومی تو سایت زومید اسکرین شات یک سره بگیرم. چیکار میکنم؟
همون اسکرین شات ساده رو میگیرم، با این تفاوت که الان از این یارو فلشه استفاده میکنم. میتونم با همین هی برم پایین. بعد تهش چی میشه؟ میزنی رو همین عکسه و اینجا میتونی یه عکس یک سره داشته باشی. یه زوم میکنی همینطور میری پایین واسه همینطور میری پایین و یه عکس خیلی ترتمیز داره. دیگه لازم نیست 10 تا عکس جداگونه واسش بگیری. عباس قسم خورده با نتت کل پلیلیست سریالاشو تموم کنه. دوباره کنترل سنتر رو میری پایین. این دفعه میری وارد چی میشی؟ موبایل هات اسپات. خب اینجا چیکار میکنی؟ میزنی روی این گزینه. بعد اینجا ادیت دیتا لیمیت رو انتخاب میکنی. اینجا هر چقدر که بخوای میتونی واسش محدودیت بذاری. 500 مگش کنی، 5000ش کنی که بشه 5 گیگ، یا میتونی اصلا ست نو لیمیت رو بزنی و هیچ محدودیتی روش نذاری که کار زیاد عقلانی نیست. همون نیم گیگ رو بذاریم و والسلام. زیاد تو گوشی میچرخی، میخوای نتیات مسخره رو جرش بدی. خب اول ببین روزی چند ساعت تو گوشی، بعدش ببین روزی چند ساعت از کدوم برنامه‌ها استفاده میکنی و هی کم و کمترش کن. دوباره کنترل سنتر رو میکشی پایین، وارد ستینگ میشی، میری و دنبال باتری میگردی، میای پایین و اینجا دیو دیتیلز رو انتخاب میکنی. اینجا میتونی ببینی که هر روز چه مقدار باتری مصرف کردی. اگر میخواید روز شما مشخص بکنید که خب از این نوار بالا اینجا نوشته 21 20 19 جولای اگه اشتباه نکنم. بعد این پایینتر ما میبینیم که روزی چند ساعت از گوشی استفاده کردیم، واسهتون با نمودار قشنگ نشون داده. و این پایینتر میبینیم که روزی چند ساعت و چند درصد باتری رو استفاده کردیم و باتری استفاده کرده. آخر شب و میخوای بری بخوابی ولی گوشیت شارژ نداره، از اون برم صبح لازمش داری و میخوای بری سر کار، یا اصلا میخوای باش بازی کنی، فرقی نمیکنه، ولی میترسی گوشی رو از شب تا صبح بزنی به شارژ و فکر میکنی خراب میشه. خب کاری نداره که. دوباره میریم وارد ستینگ میشیم. امروز فقط داریم وارد ستینگ میشیم. میریم کجا؟ دنبال بخش باتری و اینجا وارد این یکی بخش میشیم و میتونیم اینو بذاریم روی ماکسیمم یا روی بیسیک. اگه بیسیک باشه خب میره تا 100% شارژ میشه. اگر بیارید روی 80% بذاریدش، از این به بعد وقتی شارژ گوشیتون به 80% میرسه، شارژر دیگه گوشیتون رو شارژ نمیکنه دیگه. اینطوری باتریتون هم خب غالبا آسیب نمیبینه. تو خونه گوشی رو زیاد این ور اون ور میذاری و باید بهش زنگ بزنی تا پیداش بکنی. خب از این به بعد یه کاری کن که وقتی بهش زنگ میزنی فلش گوشی چشمک بزن و زودتر پیداش کنی. دوباره کارمون گیره پیش کجا؟ تنظیمات. میریم تو تنظیمات، همین پایین ماینا کجا؟ اکسسیبیلیتی، واردش میشیم، میریم داخل ادوانس ستینگ یا تنظیمات پیشرفتش. بعد اینجا یه بخشی داره فلش نوتیفیکیشن. آفرین، اولی رو فعال میکنی. از این به بعد اگر هر کسی که بهت زنگ بزنه، آفرین، چی میشه؟ این روشن میشه. البته اینم بگم که این فقط واسه زنگ زدن نیسته. شما میتونید برید وارد این بخش بشید و از اینجا تنظیم بکنید. هر نوتیفیکیشنی از هر برنامه‌ای که اینجا تنظیم کردید وقتی میاد گوشیتون فلش بزن و فلشش روشن بشه. از یه بازی برنامه خاص زیاد استفاده می‌کنی، می‌خوای بیشتر از یه نسخه ازش داشته باشی، ازش کپی بگیری، خب کاری نداره که. اولین راهکار اینه که برید وارد تنظیمات گوشیتون بشید. دوباره ما ستینگ رو لازم داریم، میریم واردش میشیم، میایم این پایین کجا؟ میریم وارد این بخش میشیم. بعد همینو میایم پایین. آخرین گزینه دابل مسنجر، 2 پیام رسان. اینجا ما فیسبوک و تلگرام رو داریم. مثلا تلگرام رو بزنید روش، مثل نصب یه برنامه عادی نصب میشه، میرید اونجا شماره‌تون رو میزنید، کد میاد و تمام. دومین راهکار اینه که برید داخل گوگل پلی و این برنامه رو از توش نصب کنید. به عنوان برنامه سوم شخصا واسه کپی گرفتن از یه برنامه و بازی خاصی که مد نظرتونه میتونید از این برنامه استفاده بکنید. برنامه خوبیه، بابت کاربری خیلی ساده‌ای داره. فقط نکتهش اینه که وقتی از یه برنامه چند تا کپی میگیرید، واسه دسترسی بهش و وارد شدن بهش باید وارد خود برنامه بشید و از اونجا واردش بشید. دیگه یه نسخه جداگونه بیرون برنامه واسهتون تولید نمیکنه، بعد وارد خودش بشید. شاید رفرش ریت نمایشگر گوشیتون 120 هرتز یا 90 هرتزه، ولی الان نمایشگرای سامسونگ به طور پیش‌فرض روی 60 هرتزی و به هر حال پول دادید و بعد آچشو بخورید. پس بریم 120 هرتزیشون کنیم. فقط حواستون باشه که وقتی رو 120 هرتز مصرف باتری بیشتری داره. میریم و وارد ستینگ میشیم، از اینجا میریم پایین وارد بخش دیسپلی میشیم، از اینجا این گزینه رو انتخاب میکنیم و اینو میذاریم روی های که احتمال مال شما 120 هرتزی باشه، مال من 90 هرتزی اپلای میکنیم و خلاص. حال کردی چجوری کل ویدیو رو با کاری نداره که جمع کردم؟ امیدوارم ویدیو برات مفید بوده باشه. هر سوالی که داشتید بپرس، همه رو جواب میدم و بگید که دوست دارید ویدیو بعدی در مورد چی باشه. تا ویدیو فردا، خدا نگهدار.